شورولت بلیر 1955 هست. 69 سالشه. همه قطعات این ماشین فابریکن ولی بازسازی شده، رنگ شده و تودوزی شده، اما تمام زها، چراغا، تزییناتش، هر چی که داره مال خودشه. یه ماشین خیلی سالم بوده که بازسازی شده به خاطر سن و سال خیلی زیادش. این ول ایری که میبینید، اون هواپیمای رو کاپوتو بگیر فیلمشو. ول ایر اسم یه جت جنگی ساخت امریکاست که برای ساخت این ماشین از اون الهام گرفتن. داخل کابینش هم بگیرید. مشخصاتش رویاییه. خدا، این ماشین چون طراحیش از اون هواپیمای جنگنده بل ایر الهام گرفته شده، پشت آمپر و فرمون و ایناش هم ببینید مشابهتی داره با اون سبک هواپیما و این چیزا.